عارفی 40 شبانه روز چله گرفته بود تا خداوند را زیارت کند. تمام روزها روزه بود، در حال اعتکاف، از خلق الله بریده بود. صبح به صیام و شب به قیام، زاری و تضرع به درگاه او. شب 36 ندایی در خود شنید که می گفت ساعت 6 بعد از ظهر بازار مسگران، دکان فلان مسگر برو، خداوند را زیارت خواهی کرد. عارف از ساعت 5 در بازار مسگران حاضر شد و در کوچه های بازار از پی دکان می گشت. میگوید پیرزنی را دیدم دیگ مسی به دست داشت و به مسگران نشان میداد و قصد فروشان را داشت. به هر مسگری نشان میداد، وزن میکرد و میگفت 4 ریال و 25 شاهی. پیرزن میگفت نمیشه 6 ریال بخرید؟ مسگران میگفتند خیر مادر، برای ما بیش از این مبلغ نمیصرفد. پیرزن دیگ را روی سر نهاد و در بازار میچرخید و همه همین قیمت را میدادند. بالاخره به مسگری رسید که دکان مورد نظر من بود. مسگر به کار خود مشغول بود که پیرزن گفت این دیگ را برای فروش آوردم، به 6 ریال میفروشم، خرید دارید؟ مسگر پرسید چرا به 6 ریال؟ پیرزن سفره دل خود را باز کرد و گفت پسر مریضی دارم، دکتر نسخه‌ای برای او نوشته که پول آن 6 ریال می شود. مسگر دیگ را گرفت و گفت این دیگ سالم است و بسیار قیمتی، حیف است بفروشی، اما اگر مصر هستی من آن را به 25 ریال می خرم. پیرزن گفت مرا مسخره می کنی؟ مسگر گفت ابداً. دیگ را گرفت و 25 ریال در دست پیرزن گذاشت. پیرزن که شدیداً متعجب شده بود، دعا کنان دکان مسگر را ترک کرد و دوان دوان راهی خانه خود شد. من که ناظر ماجرا بودم و وقت ملاقات فراموشم شده بود، در دکان مسگر خزیدم و گفتم عمو، انگار تو کاسبی بلد نیستی. اکثر مسگران بازار این دیگو وزن کردن و بیش از 4 ریال و 25 شاهی ندادن، آنگاه تو به 25 ریال میخری؟ مسگر پیر گفت من دیگ نخریدم، من پول دادم نسخه فرزندش را بخرد، پول دادم 1 هفته از فرزندش نگهداری کند، پول دادم بقیه وسایل خانهش را نفروشد، من دیگ نخریدم. از حرفی که زدم بسیار شرمسار شدم. در فکر فرو رفته بودم که ندایی با صدای بلند گفت با چله گرفتن و عبادت کردن کسی به زیارت ما نخواهد آمد. دست افتاده ای را بگیر و بلند کن، ما خود به زیارت تو خواهیم آمد.